سلام به خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: پخش تصاویر وقوع انفجار خونین روز چهارشنبه. در این تصاویر چگونگی انفجار تانکر پر از مواد انفجاری دیده می شود. واکنش ها توأم با پرسش ها درباره چگونگی رسیدن انتحار کنندگان به مراسم جنازه. محمد علم ایزدیار میگوید که حمله بر جنازه پسرش از سوی طالبان و به دستور پاکستان انجام شد و با کمک حلقه هایی در داخل نظام صورت گرفته است. با یقین کار طالبان و کار حلقاتی است که به طالبان ارتباط داره و توسط پاکستان رهبری می شود. تلاش ها برای راه اندازی 10 پروژه زیربنایی در افغانستان. وزارت مالیه میگوید که حکومت طرح تمویل این پروژه ها را به بانک سرمایه گذاری ها در زیرساخت های آسیا پیشنهاد می کنند. یک هیئت یا یک تیم تکنیکی از بانک متذکره و تلفات غیر نظامیان در ادامه نبرد موصل. 10 تن از باشندگان موصل هنگام فرار از این شهر کشته شدند. من فؤاد امان هستم. طلوع نیوز به تصاویر دست یافته است که انفجار تانکر پر از مواد انفجاری را در چهارراه زنبق در نزدیکی سفارت آلمان در شهر کابل نشان می‌دهد. در این تصاویر دیده می شود که موتر سرخ رنگی که پر از مواد انفجاری است از سمت چهارراه زنبق می آید. شما در این تصاویر می بینید که در هنگام انفجار تردد موترها در ساحه رویداد بیشتر است. این بیان می کند که این رویداد تلفات سنگین بر جا گذاشته و ساحه وسیع را ویران کرده است. شدت این انفجار در این تصاویر در واقع آشکار شده و دیده میشه که این انفجار ساحه وسیع را ویران کرده و تلفات سنگین بر جا گذاشته است. محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنا میگوید که حمله بر جنازه پسرش از سوی طالبان و به دستور پاکستان انجام شد، اما وی در این حمله حلقه هایی را در داخل نظام به کمک به هراس افغانان متهم می‌سازد. پس از این حمله صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه گفته است که موضع خودش را در برابر هراس افغانان داخل نظام و در کار تصفیه حساب ملی با آنان به زودی اعلام خواهند کرد. منابع میگویند که رهبری جمعیت اسلامی دعوت رئیس جمهور غنی را برای نشست و گفتگو درباره این حمله رد کرده است. از سوی هم تا محمد نور والی بلخ در صفحه فیسبوکش نوشته است که عبدالله یا با مردم باشد و یا با کسانی باشد که مردم را بر رگبار می‌بندند. پس از حمله بر مراسم نماز جنازه پسر معاون مجلس سنا که عضو جمعیت اسلامی نیز است، جمعیت اسلامی نشست فوق‌العاده برگزار کرد. صلاح الدین ربانی در فیسبوکش نوشته است که موضع خودش را در برابر هراس افغانان داخل نظام به زودی اعلام خواهد کرد. کسایی که دعوا میکنن که در داخل نظام، یعنی منظور در داخل حکومت طالب وجود داره، باید اونا ایره ثابت بسازه و مطابق او حرکت شود. محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنا میگوید که طالبان بر مراسم جنازه پسرش حمله کردند، اما وی تاکید می‌ورزد که حلقه های در داخل نظام نیز در این حمله با هراس افغانان کمک کردند. با یقین کار طالبان و کار حلقاتی است که به طالبان ارتباط داره و توسط پاکستان رهبری می شود و هر روز مردم مورد هدف قرار میدن. تاکنون جزئیات نشست فوق‌العاده جمعیت اسلامی روشن نیست، اما عطا محمد نور والی بلخ در صفحه فیسبوکش نوشته است که یک هیئت 10 نفری برای گفتگو با عبدالله تعیین شده است تا با وی گفتگو کنند و از او بپرسند که آیا در کنار مردم افغانستان خواهد ایستاد یا در کنار آنان که مردم را برگبار بستند.
کریم خلیلی معاون رئیس جمهور پیشین که به دیدار معاون مجلس سنا رفته است این حمله را حمله بر وحدت مردم افغانستان می‌داند. مخالفین عزت، وحدت، همدلی مردم افغانستان که از این قضایا لذت میبرند عامل قضایا است و هر نامی که باشند از دید ما مخالفین عزت و دشمنان وحدت مردم افغانستان هستند. در نشست فوق‌العاده شورای امنیت ملی نیز این حمله از موضوعات محوری بود، اما منابع میگویند که اعضای جمعیت اسلامی این نشست را تحریم کردند. در این نشست تصمیم گرفته شد کسانی که در تامین امنیت مراسم نماز جنازه سهل انگاری کردند باید مجازات شوند. 4 روز پسین برای کابل و کابلیان روزهای خونباری بودند و در آخرین مورد بررسی ها نشان میده که مردان انتحار کننده از زابل به کابل انتقال داده شده بودند و اعضای خانواده ایزیدیار میگه که برنامه دفن کردن سالم ایزیدیار در حدود 12 ساعت قبل از این انفجارها ریخته شده بود. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید انتحار کنندگانی که برای مراسم خاکسپاری پسر معاون مجلس نمایندگان حمله کردند دکمه مواد منفجره را در کفش‌هایشان جاسازی کرده بودند. این نهاد میگوید که یکی از این انتحار کنندگان پیش از رسیدن به هدف بازداشت شده است. در همین حال برخی از نظامیان پیشین که گواه این رویداد بودند حلقه‌هایی را در داخل نظام با کمک با هراس‌افگنان متهم می‌سازند. رسیدن 3 حمله کننده انتحاری در مراسم به خاکسپاری فرزند معاون مجلس سنا در تپه بادامباغ کابل که در آن شماری از مقام‌های بلندپایه دولتی، اعضای جمعیت اسلامی و نزدیکان آقای ایزیدیار شرکت کرده بودند، پرسش‌هایی را برانگیخته است. لسو ساعتونو کې دا عمل چې داخل کې جوړ نشي او دلته په دې کې داخلي لاسنۍ ممکنه نه ده چې د هغې ځای نه راشي او دښمن د هغې ځای جاکټ راوړي واسکټ راوړي دلته شهادت وکړي. بخوای مسئولین که تو چرا دیروز قطعه ما رو نماندی که امنیت بگیرن وقتی که نماندی که گفتی مسئولیت به دوش اومد چرا یادسر رخ داد؟ خب خود شما در یادسر داره یک چیز واضح و برحال است. یک روز پس از این رویداد ریاست عمومی امنیت ملی با پخش تصویرهای میگوید که کارمندان این نهاد انتحار کننده سوم را پیش از رسیدن به هدف بازداشت کردند. این نهاد میگوید که این انتحار کنندگان در مدرسه مولوی احمد در کویته پاکستان آموزش دیده بودند و برای انجام حمله های انتحاری به افغانستان فرستاده شده بودند. ریاست امنیت ملی میگوید که آنان دکمه های مواد انفجاری همراهشان را در کفش هایشان جاسازی کرده بودند. اما طالبان این خبر ریاست عمومی امنیت ملی را جعلی و خنده آور میگویند. از سوی دیگر یک نظامی پیشین که گواه این رویداد بود رسیدن انتحار کنندگان را به پایتخت و تحریزی این حمله را در چند ساعت به کمک حلقه های در داخل حکومت امکان پذیر نمیداند. حادثه دو روز پیش نشان داد که انتحاری ها در داخل کابل هستند، به شکل ریزرو در میمانخانه طالبای ارگ زندگی میکنن و هر لحظه که ضرورت باشه در هماهنگی با اونا میرن عملیات انجام میدن. غیر ممکن است که شما ظرفی در طی یک شب بتونین تصمیم بگیرین که طالبا آماده کنین یا طالبا خودشان آماده کنین بیان عملیات انتحاری. در 4 روز اخیر پایتخت گواه رویدادهای مرگباری است. در این رویدادها تاکنون بیش از 100 تن جان باختند و صدها تن دیگر نیز زخم برداشتند. مجلس نمایندگان بحث‌های قومی را مانند هراس‌افگنی خطرناک می‌داند. شمار از نمایندگان تاکید می‌ورزند که پرداختن به بحث‌ها و تعصب‌های قومی کشور را بیشتر از این به سوی بحران خواهد برد. از سوی هم شمار از نمایندگان اوضاع افغانستان را ناامید کننده و وحشتناک می‌گویند. پس از رویدادهای مرگبار اخیر در پایتخت و راه اندازی تظاهرات روز جمعه، بحث‌های قومی در مجلس نمایندگان افزایش یافتند. به همین علت هیئت اداری و شماری از اعضای مجلس نمایندگان دامن زدن به مسائل قومی را جنایت و خیانت می‌دانند. که چیرې په پارلمان کې دغه خبرې وي د موږ او د تروریستانو فرق بیا نشته، ځکه تروریست بم خلاصوي او موږ موقع ورته مساعدوو، موږ قومونه سره نفاق پیدا کوو. بحث تحریک عواطف و احساسات قومی از یک طرف هست که به شدت زیانبار است برای افغانستان، زهر کشنده است، باید راهش گرفته شود.
نشست فوق‌العاده روز یکشنبه مجلس نمایندگان با انتقادها از ناتوانایی‌های حکومت و نیز با انتقاد از بی‌پروایی‌های جامعه جهانی، ناتو و امریکا در برابر ناامنی‌های افغانستان ادامه یافت. اگر شما امنیت میارین خب تو خب اگر نمیارین ما بگذارین خود ما بگذاریم. ما بیزار از این دلارای شما بیزار از این پولای شما نمیخوایم. روزانه چندین لااقل چند صد نفر روزانه ما شهید میتیم. این حکومتی که توانمندی امنیتی 400 بستر پول اردو را ریاست رجال برجسته را حتی ارگ نداره دیگه هیچ گونه امنیت و شرایط ما را تامین کرده نمیتونه. در این میان شمار دیگر از اعضای مجلس از تظاهر کنندگان روز جمعه حمایت کردند و دادخواهی مردم نامیدند. کدام پلیس کدام نیروی امنیتی توسط مظاهره‌چی به شهادت رسیده؟ چرا میان توطئه و دسیسه میکنن؟ چرا صدای مردم میخواهند در گلونه‌شان خفه شود؟ ما به عنوان وکیل حق ندارم کسانی که تظاهرات کرده اونا را آدمای نادان و خود را عاقل بدانم، در صورتی که هزاران نفر اونجا با پایه های تحصیلات عالی و جزء عقلای افغانستانند. مجلس نمایندگان در پیوند با رویدادهای هراس افغانانه اخیر در پایتخت به روز شنبه و یکشنبه نشست‌های فوق‌العاده برگزار کرد، اما اعضای این مجلس نتوانستند در این دو روز به تصمیم واحد دست یابند. اعتراض کنندگان در سومین روز اعتراضهایشان وعده‌های رئیس جمهور را برای به میان آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی فریبنده می‌دانند. این اعتراض کنندگان یک بار دیگر خواهان کناره‌گیری رئیس جمهور و رئیس اجرایه و برکناری و به دادگاه کشانیدن مشاور شورای امنیت ملی، رئیس عمومی امنیت ملی و وزیر امور داخله هستند. تظاهر کنندگان می‌گویند تا هنگام عملی شدن کامل خواسته‌هایشان چادر اعتراض را ترک نخواهند کرد. ما میتونیم نمایندای تعیین کنیم. چادر اعتراض برخی از شهروندان کشور تا اکنون هنوز در مرکز شهر کابل پابرجاست. اینان از جامعه جهانی میخواهند که بر حکومت افغانستان فشار بیاورد تا این حکومت خواستهایشان را بپذیرد. آقای غنی و آقای عبدالله را به دلیل بی‌کفایتی و عمل نکردن به وظایفشان و نیاوردن اصلاحات تشخیص دادیم که اینا از پستشون کنار بروند. رئیس جمهور غنی شام روز شنبه در پاسخ به خواستهای اینان چنین گفت: من میپذیرم که کاستی هایی در کار مسئولان وجود دارد. من قبول دارم که باید اصلاحات اساسی هم در دستگاه‌های امنیتی و هم در دیگر ادارات ما انجام شود و این اصلاحات عنقریب عملی خواهد شد. اما این پاسخ رئیس جمهور قناعت این اعتراض کنندگان را فراهم نساخته است. ما با توجه به شناختی که از آقای غنی داریم، ما با توجه به صداقت و میزان دروغ آقای غنی که به مردم افغانستان داده دنبال عنقریب ها نمیریم. این معترضان میگویند که در پی براندازی نظام نیستند و یگانه هدفشان عدالت خواهی برای خانواده های قربانیان حمله مرگبار روز چهارشنبه است. سومین روز است که چادر اعتراض در اینجا پابرجاست و تمامی راههایی که وصل است به این چادر و به کاخ ریاست جمهوری همش برای رفت آمد بسته هستند. یگانه خاصی اعتراض کننده ها از حکومت وحدت ملی است که در بخش‌های امنیتی و دفاعی به گونه جدی اصلاحات را به میان آورد و تا آن هنگام این چادر در اینجا پابرجا خواهد بود. شریف امیری، طلو نیوز. تا لحظات دیگر. باشندگان و مقام‌های محلی ولایت بغلان برای قربانیان رویدادهای اخیر کابل مراسم ختم قرآن برگزار کردند. شرکت کنندگان این مراسم حمله‌های اخیر کابل را نکوهش می‌کنند و می‌گویند که حکومت باید امنیت شهروندان کشور را تأمین کند. در همین حال والی بغلان اوضاع امنیتی کشور را شکننده می‌داند.
از سوی دیگر شمار از فعالان جامعه مدنی و باشندگان ولایت هرات در اعتراض بر رویدادهای خونین کابل امروز دست به تظاهرات زدند و رهبران حکومت وحدت ملی را در تامین امنیت شهروندان کشور و بی‌پروایی متهم ساختند. شرکت کنندگان این تظاهرات از رهبران حکومت و مقامهای بلندپایه امنیتی می‌خواهند که از مقامهایشان کنار روند. همزمان با این شمار از بزرگان قوم در شورای ولایتی هرات گرد آمدند و خواهان بازداشت چهره‌هایی شدند که می‌خواهند از حرکت‌های مدنی باشندگان کابل بهره برداری‌های سیاسی بکنند. سوگ رویدادهای خونین کابل بر قلب‌ها و روان همه شهروندان کشور سایه افکنده است. فعالان جامعه مدنی و شمار از باشندگان هرات با شعارهای عدالت‌خواهی گرد آمدند و حکومت را در تامین امنیت شهروندان کشور ناتوان می‌خوانند. این مظاهره کنندگان خواهان آوردن تغییر بنیادی در نهادهای بزرگ حکومت هستند. مردم ضایع شد، مردم تباه شد. به این شکل بهتره که هرچی سریعتر حکمای کشور دور هم جمع بشن و تصمیم قاطع بگیرن. اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کنه، حال مردم ما از این هم بدتر خواهد بود و از اینا میخواهیم پیش از این که با مقاومت شدیدتر از طرف مردم افغانستان واقع شه به اوضاع کشور توجه خاص نماید. حکومت مقصر، حکومت فریاد عدالت خواهی و دادخانه مردم را با فیر و گلوله پاسخ میده و این نشان میده که حکومت رو به استبداد و حکومت عملکرد مردمی مردم را با خشونت و با گلوله جواب میده و این استبداد گسترده در نظام و متعهد نبودن نظام را به دموکراسی و اعتراضهای مردمی میدانه. این مظاهره کنندگان با قطعنامه به حکومت هشدار میدهند که دیگر در برابر بی‌عدالتی و بی‌پروایی ها سکوت نخواهند کرد. توی استفاده از این احساسات گرم مردم ما بکنن. ما این موضوع را محکوم میکنیم. ما میخوایم که از حکومت میخواستیم و از این اشخاص میخواستیم نباید که در این تظاهرات مدنی و تظاهرات بر حق مردم افغانستان شما دخالت بکنید و سوء استفاده از این بکنید. از سوی دیگر شمار از بزرگان قوم در یک گردهمایی در شورای ولایتی هرات از خواسته های مشروع و مظاهره های صلح‌آمیز باشندگان کابل پشتیبانی میکنند، اما میگویند که باید حکومت چهره‌هایی را که تلاش کردند مظاهره صلح‌آمیز کابلیان را به سوی سیاسی شدن بکشانند بازداشت کند. شنبه شب نیز شمار از باشندگان هرات برای حرمت گذاشتن به قربانیان رویدادهای خونین کابل در شهر هرات شمع روشن نمودند. قرار است افغانستان در حدود 10 پروژه بزرگ زیربنایی را برای تمویل از سوی بانک سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های آسیا با این بانک پیشنهاد کند. وزارت مالیه میگوید که پس از تصویب اساسنامه عضویت افغانستان در این بانک از سوی مجلس نمایندگان، این وزارت بسته پروژه‌های توسعه‌ایش را به این بانک پیشنهاد خواهد کرد. بر بنیاد اطلاعات وزارت مالیه، پروژه هایی که برای تمویل به بانک سرمایه گذاری در زیرساخت‌های آسیا از سوی افغانستان پیشنهاد خواهند شد، بیشتر در بخش توسعه شبکه راه آهن و تولید نیروی برق در کشور خواهند بود. یک هیئت یا یک تیم تکنیکی از بانک متذکره به افغانستان میآید و هدف از این است که با تیم تکنیکی ما مشترکاً کار کنه تا ما در نتیجه بتانیم در قسمت تطبیق از پروژه ها یک نتیجه موثر داشته باشه. اما برای جلب همکاری های بانک سرمایه گذاری در زیرساخت های آسیا و تمویل این پروژه ها از سوی این بانک، نخست باید اساسنامه عضویت کشور در این بانک از سوی مجلس نمایندگان تصویب شود. این طرحها بسیار طرحهای حیاتی بود و امیدوار هستم که قریب در کمیسیون ها مطرح شود تا از این بحث شود و در قسمت عملی شدن از این همکاری همه‌جانبه پارلمان و حکومت در نظر گرفته شود. بانک سرمایه گذاری در زیرساخت‌های آسیا که به ابتکار چین ساخته شده است، در حال حاضر بیش از 100 میلیارد دلار در دست دارد و چین می‌خواهد که این پول را در پروژه‌های بزرگ و مهم منطقه هزینه کند. فرآورده‌های سبزخانه‌ای در ولایت قندهار تا 20% نیازمندی باشندگان این ولایت را از رهگذر سبزی‌های تازه مرفوع ساخته است. مسئولان ریاست زراعت و آبیاری ولایت قندهار میگویند که فرآورده‌های سبزخانه‌ای در ولایت قندهار جلب واردات سبزی‌های تازه را از کشورهای همسایه به این ولایت گرفته است. در حال حاضر در ولایت قندهار 140 سبزخانه وجود دارند که یک بخش از این سبزخانه‌ها با کمک شمار از نهادهای بین المللی کمک کننده به افغانستان ساخته شدند.
هزاران تن از باشندگان شهر بونوس آیرس پایتخت آرژانتین در یک راهپیمایی گسترده خواستار پایان یافتن خشونت در برابر زنان شدند. این راهپیمایان که بیشترشان زنان هستند میگویند که حکومت آرژانتین برای پایان دادن به خشونت در برابر زنان کار انجام نداده است. دادگاه عالی آرژانتین در هفته روان اعلام کرد که در سال 2016 میلادی 254 زن در آرژانتین به قتل رسیدند، یعنی در هر 35 ساعت یک زن. فعالان حقوق زنان، سیاستگران و شهروندان دیگر آرژانتین در شهر بوینس آیرس گرد آمدند تا با یک صدا به خشونت در برابر زنان نه بگویند. جنبش زنان آرژانتین 2 سال پیش و پس از قتل یک دختر نوجوان آغاز شد، اما راهپیمایان میگویند که حکومت این کشور برای برآورده شدن خواستهای آنان که کاهش خشونت در برابر زنان است کاری انجام نداده است. هدف ما از این راهپیمایی یک پارچه ساختن زنان از بخش‌های گوناگون جامعه است. ما توانستیم این کار را انجام دهیم، اما حکومت تغییری نکرده است و به درخواست‌های ما پاسخ نداده است. از همین رو بر راهپیمایی‌هایمان ادامه خواهیم داد. راهپیمایان در شماری از جاده‌های مشهور شهر بوینس آیرس راهپیمایی می‌کنند. بیشترشان لباس‌های برنگ بنفش پوشیدند که نشان جهانی مبارزه برای حقوق زنان است. این راهپیمایی‌ها به زنانی که در خانه هستند و با شرایط ناگوار از جمله خشونت روبرو هستند کمک می‌کند و به آنان می‌فهمانند که تنها نیستند. آنان انگیزه می‌گیرند برای رهایی از دشواری‌ها کاری کنند. در همین حال شماری از مردم تا شب به راهپیماییشان ادامه دادند و با نیروهای دولتی که مانع ورود آنان به کلیسای جامع شهر بوینس آیرس میشد درگیر شدند. ده تن از باشندگان شهر موصل هنگام فرار از این شهر کشته شدند. پیکرهای این غیر نظامیان در بخش‌هایی که به میدانهای نبرد میان نیروهای عراقی و جنگجویان داعش مبدل شدند رها شدند. این در حالی است که نیروهای عراقی در 3 بخش شهر موصل با جنگجویان داعش درگیر هستند و میگویند که به زودی سراسر شهر موصل را از این گروه خواهند گرفت. هند و فرانسه برای جلوگیری از تغییرات آب و هوا در جهان تلاش‌هایشان را بیشتر می‌سازند. در حاشیه نشست جهانی تغییر اقلیم، رهبران فرانسه و هند در یک نشست مشترک متعهد شدند که در کنار مبارزه جدی با تغییرات آب و هوا در کشور، تلاش دارند که زمینه‌ها را برای بسیج ساختن کشورها در بخش‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک در تولید انرژی پاک بیشتر سازند. سپاسگزارم از توجهتان. از طلوع در ادامه خبرها در طلوع نیوز تقدیم می شود. خداوند نگهدارتان. کارمندان ریاست انکشاف تعمیرات وزارت معارف دست به اعتصاب کاری زدند. آنان میگویند که از آغاز سال مالی تا اکنون حقوق امتیازیشان را دریافت نکردند و تا زمانی که به این مشکل رسیدگی نشود به اعتصاب کاریشان پایان نخواهند داد. از سوی هم شمار از پیمانکاران وزارت معارف هشدار میدهند که ادامه اعتصاب کاری ریاست کارهای پروژه‌ای توسعه‌ای را در این وزارت با دشواری‌های روبرو خواهند ساخت. از بیش از یک هفته پیش به این سو کارمندان ریاست توسعه تعمیرات وزارت معارف این گونه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق امتیازیشان دست به اعتراض زدند. آنان میگویند که 5 سال پیش از راه رقابت آزاد در پست‌هایشان با حقوق امتیازی گماشته شدند، اما حکومت از آغاز سال روان مالی این حقوقشان را قطع نموده است. نن اته میاشتې 9 میاشتې مخکې هغوی ویلې چې یاره موږ دې باره کې تاسو سره کوشش کوو د هغې په اساس موږ پیشنهاد ولیکه شورای وزیر صاحب امضا کړ او پورته لاړه په نن و سبا پورې موږ پیشنهاد نه دی راغلی او موږ بې معاشه یعنی بې امتیازي معاشه تر اوسه کار کوو. 5 سال میشه که در خانه کرایه نمی‌گیریم، ولی یک ماستر به اصطلاح 14 سریال فامیل در سرم است و 8000 معاش چی کرا می‌گیرم در خانه. در 4000 روپیه چه قسم گزارش خود کنم سر؟ یعنی شما من راهنمایی کنید. این کارمندان میگویند که با حقوق کم آنان نمیتوانند از پروژه های وزارت معارف در سرتاسر کشور نظارت کنند.
من تقریبا 2800 پروژه نه زیات پروژې په ساحه کې لرو چې دا پروژه کې توقع پروژې زمونږ دي، تحت کار پروژې دي زمونږ، او بل نوې جدید پروژې دي. که زمونږ پروژې د من د انجنیر صاحبان په واسطه باندې نظارت نشي، ارزیابي نشي، په دې کې خیالي پروژې په لاس راشي، په دې کې بډې پروژې داسې حالت ته برشي چې هغه پروژې باندې به عقل د شاګردانو ناست نه چې حالا د هیچ په هغه کې بودیباش نشي. پروژه های ما قبلا به ریاست به وزارت شهرسازی منتقل گردید، اما به اساس نمیفهم کمکاری های از او یا بر اساس هر دلیلی که بوده دوباره مسترد شد و به ریاست انشاف تعمیرات یکی از ریاست‌های مطرح وزارت معارف است برگشتانده شد و برای ما گفته شد که شما این پروژه رو دوباره باید کار کنین بالاش دیگه. تا وقتی که ماشای ما دوباره به حالت اولی برنگرده ما به 10000 ماش هیچ حاضر نیستیم که کار کنیم. از سوی هم شمار از پیمانکاران وزارت معارف میگویند که به علت اعتصاب کاری کارمندان این ریاست نتوانستند پولهای پروژه های را که عملی ساختند به دست بیاورند. فعلا ما پروژه‌ای که به ولایت کار کردیم یک عالم بدیهی داریم برای طرفای قرارداد خود، برای کسی که همراه ما کار کرده، برای ما مواد ساختمانی داده و به این مشکل ما هم هستیم. اگر به این قسم اینا به تحسن به سر ببره امکان داره که پروژه پیسای شرکت داده نمیشه و پروژه امکان داره نیمه‌کاره باقی بمانه. خواستیم در این باره نظر مسئولان وزارت معارف را داشته باشیم اما موفق نشدیم. از سوی هم پیمانکاران وزارت معارف اعتصاب کاری این کارمندان را برای پیشرفت کار پروژه های معارف زیانبار می دانند. کابل در روزهای اخیر بیشترین رویدادهای خشونتبار و خونین را در سالهای اخیر گواه بوده است. افزون بر جان باختن و زخم برداشتن صدها تن در این رویدادها کسانی هم بودند که این ماجراها را از نزدیک دیدند اما از گزند به دور ماندند. کسانی که زنده ماندند خودشان را گونه‌ای از خوششانسی می‌دانند. در این گزارش روایت‌هایی از چندین گواهان به تصویر کشیده شدند. در جاده‌های شهری که سالهاست در آن زیسته است، افزون بر آنچه که روزانه می‌بیند، اکنون هراس دارد که چیز دیگری را نیز ببیند. یک حمله هراس‌افکنانه را. وی از حمله انتحاری در برابر سفارت آلمان در کابل جان به سلامت برده است. این بار خدا ما را نجات داد، بارهای دیگه معلوم نیست که در کدام جای چه رقم در کدام انتحاری نام ما نوشته است. مریم عطایی نیز در چند هفته اخیر دو بار با رویدادهای هراس‌افکنانه روبرو شده است. از حمله انتحاری در جاده مکروریان دوم تا رویداد چهارشنبه پیش در منطقه وزیر اکبرخان که جزئیات آن را خودش باز میگوید. دیدم که آسمان دود است، همه چیز در آسمان است، از توته‌های گوش گرفته تا شیشه و تا توته‌های آیین و تا درخت و اینا. یک لحظه دیدم که موتروانم رویش خون شده و موتر شیشه شکسته. و اما این روزنامه‌نگار که دفتر کارش هنوز نشانه‌های حمله هفته پیش پایتخت را در خود دارد، خودش به روز شنبه از حمله انتحاری در مراسم به خاکسپاری یکی از جانباختگان تظاهرات کابل سالم به در شد. رویدادی که میگوید هرگز فکر نمی‌کرد در چنین مراسمی گواهش باشد. هر کس در پی پیدا کردن دوست رفیق آشنایش بود و یک فضای بسیار وحشتناک ایجاد شده بود و هیچ کسی منطقه نمیفهمید که در نماز جنازه نه یک انفجار نه دو انفجار که 3 انفجار صورت بگیره. اینها روایت‌های 3 تن از گواهان رویدادهای هراس‌افکنانه اخیر در پایتخت بودند. کسانی که میگویند زندگی در کابل رفته رفته به شانس ماندن یا نماندن گره خورده است. اما باور دارند که همگان باید برای ماندن بکوشند و آماده رویارویی با دشواری‌های فرارایشان باشند. یکی از قربانیان حمله انتحاری بر مراسم خاکسپاری پسر معاون مجلس سنا کسی بود که پس از چند سال از بهر دیدار خانواده‌اش به کابل آمده بود. در این مراسم مقام‌های بلندپایه دولت و فرماندهان جهادی شرکت کرده بودند، اما بیشتر قربانیان این رویداد غیر نظامیان و مردمان رده‌های پایین بودند. نور آقا که پس از چندین سال از بریتانیا به کابل آمده بود تا چند روزی را با خانواده‌اش سپری کند، در حمله بر مراسم به خاکسپاری پسر معاون مجلس سنا جان باخت و اکنون در گور سرد خوابیده است. طفلای خرد زیر سن زیادتر داره، طفلاش اکثرا زیر سن هستن و یگانه نانآور فامیل هم خودش بود که قبلا اینا دوره مقاومت رفته بود به لندن نسبت مشکلات و کسی دیگه هم نیست که فامیلش سرپرستی بکنه.
مولوی جلال عضو شورای علمای افغانستان و حلیم خان صمدی معاون پیشین لوی سارنوالی، 2 نگهبان فرمانده پلیس پنجشیر و چندین تن دیگر نیز در این رویداد جان باختند. از دیشب تا حالا در قبرستان 500 فامیلی 7 جسد دفن شده. یکی از این حلیم خان صمدی معاون پیشین لوی سارنوالی افغانستان است که در اینجا دفن است و 3 قبر دیگه که در اینجا دیده میشن یا هم از رویداد انفجاری روز چهارشنبه وزیر اکبر خان هستند که یک جا به روز پنجشنبه در همینجا به خاک سپرده شدند. تعدادم به ولایت‌ها انتقال دادن، یک تعدادم که وضعشان خرابتر بود شب دفن کردن. دقیق معلوم نیست اما تعداد و تلفات زیاد بود. این مرد که از 14 سال بدین سو در گورستان 500 فامیلی قبرکنی می کند می گوید که از عصر روز شنبه تا بامداد روز یکشنبه برای جان باختگان گور کنده است و این نخستین بار است که برای چندین ساعت پی هم گور کنده است. بسیاریش کم تو بود عاجل بود که شب دفن کرده دیشه. اینه که به خاطر خون زایه داشت. بسیار حالتش خراب بود تا بود خون جاره میکرد. وزارت صحت عامه شمار زخمیان این حمله ها را 87 تن میگوید، اما نزدیکان قربانیان میگویند که حال شماری از زخمیان این رویداد نگران کننده است. در حدود 90 میلیون دلار پول پیش پرداخت زائران حج در حساب وزارت حج اوقاف راکت مانده است. مسئولان وزارت حج اوقاف میگویند که این وزارت از 180,000 زائر این رقم را به گونه پیش پرداخت گرفته است، اما به علت نبود ظرفیت و برنامه‌های لازم این پول به گونه راکت در حساب‌های بانکی نگهداری می شود. با وجود نیازمندی‌های جدی به قرضه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های گوناگون، شماری از نهادهای دولتی پول‌هایشان را به گونه راکت در یک حساب نگهداری می‌کنند. وزارت حج و اوقاف می‌پذیرد که در نبود ظرفیت‌های لازم برای کارگیری از پول‌های زائران حج، اکنون هم در حدود 90 میلیون دلار این وزارت بی آنکه از آن کار گرفته شود در یک حساب بانکی نگهداری می‌گردد. در اول ما چون ظرفیت امیر نداشتیم که از این پول به استفاده شود و مثل کشورهای دیگر که از پول حاجی در بخشای تجارت استفاده میکنن و همزمان فایدهش به حاجی میره تا مرحله میرسه که مصارف حجشان به 50% میرسه و فعلا به شکل امانت نگهداری میشه. در این حال شماری از آگاهان امور اقتصادی میگویند که با توجه به کاهش میزان سرمایه‌گذاری‌ها در کشور و نیز با در نظر داشته نیاز به قرضه‌ها، حکومت پول‌های راکت نهادهای دولتی را باید در یک بانک توسعه صنایع و یا بانک توسعه کشاورزی کار گیرد تا با گردش این پول‌ها از یک سو مشکلات کمبود منابع پولی در کشور حل شود و از سوی دیگر سالانه میلیون‌ها افغانی سود به دست آید. به گفته آگاهان امور اقتصادی در کشورهای اسلامی به ویژه عربستان سعودی با پول‌های زائران حج سرمایه‌گذاری‌های هنگفته انجام می شود. سالانه از رهگذر حج آپریشن یا رفتن حجاج افغانی به سعودی وزارت حج به دست میاره. ما فکر میکنم که این کار باید قبلا صورت میگرفت و وزارت حج و جای از اینکه پولا را راکت در بانک ها نگهداری میکنند بالای مزیت‌های نسبی و مطلق کشور خود سرمایه گذاری میکرد. مثل که سعودی کار میکنه، مزیت مطلق در نفت دارن و بیشترین پول حج آپریشن اونا بالای ذخایر نفت خود سرمایه گذاری کردند. وزارت حج و اوقاف برای تنظیم برنامه‌های این وزارت نام‌های زائران حج را برای 6 سال ثبت کرده است. این افراد مکلفند که در زمان نام‌نویسی $500 را در حساب این وزارت بریزند. مسئولان این وزارت میگویند که هر سال در حدود 30,000 زائر حج را که پیش از این ثبت نام کردند برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی می‌فرستند. پلیس پکتیا از کشته شدن کاکا وزیر فرمانده عملیاتی شبکه حقانی در حوزه جنوب شرق خبر می‌دهد. فرمانده پلیس پکتیا میگوید که کاکا وزیر به روز جمعه در یک عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی سید کرم این ولایت کشته شد. کشته شدن فرمانده عملیاتی شبکه حقانی در حوزه جنوب شرق. مقام‌های محلی پکتیا میگویند که کاکک وزیر فرمانده عملیاتی شبکه حقانی در یک عملیات ویژه نیروهای دولتی در ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا کشته شده است. اسدالله مشهور با کاکای چې د اصلا د وزیرستان د میرعلي د ښار اوسیدونکی و د غوښتو چې 10 کسانو سره په موټر کې چې ادمن چې مواد به مرسره دوی د سید کرم ولسوالۍ د جهاد په کلي په ساحه کې دوی
بس دوی په موټر کې یو چاودنه وشو. معاون والی پکتیا میگوید که کاکک وزیر در هنگام سقوط ولسوالی جانی خیل پکتیا رهبر نبرد را بر عهده داشت و وی در ساختن ماین‌ها مهارت ویژه‌ای داشت. دا اصلا پاکستانی دی نه، البته د دیورند کرخه اخوا ده، خو اوس په هغه عنوان یادېږي. کني هم د پاکستان یو مزدور و، نو د په تیرو کې ډېر وخت داسې ستونزې راولاړولې. در این حال شورای ولایتی پکتیا میگوید که فرمانده عملیاتی شبکه حقانی یک مرد خطرناک بود. دا هغه خلک ول چې د جانیخیل ولسوالۍ په سقوط کې پراخه ونډه درلوده او د موساخیل ولسوالۍ لپاره تازه پلان درلودو ترڅو د جانیخیل په شان په موساخیل ولسوالۍ باندې هم برید وکړي او دغه ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. حقانی شبکې غړی او څومره معلومات چې موږ لرو په ټول دغه لاسو یا اتو نهه کالو کې کاکي پلاس ډېر د جنوبي زون خصوصا افغانان پکتیاوال ورونه په مختلفو ادارو کې هغه په ملکي او په نظامی کې د دې د لاسه په شهادت باندې رسیدلي دي. نو د مړینه معاون والی پکتیا کاکک وزیر باشنده وزیرستان جنوبی پاکستان بود و در درازای 8 سال بدین سو به حیث معاون عملیاتی شبکه حقانی در ولایت‌های جنوب شرق مصروف فعالیت‌های هراس افغانانه بود. در پایان خبرهای ورزشی تقدیم می شود. خداوند نگهدارتان. اینان نظامیان معلول کشور هستند که از میان 70 ورزشکار از تمامی واحدهای نظامی اردوی ملی افغانستان برای شرکت در سومین دور رقابت‌های پاراالمپیک نظامیان جهان که در ماه میزان امسال در تورنتو کانادا برگزار خواهند شد برگزیده شدند. اینا را از 8 جوزا تا به 2 میزان که البته رفتنشان به مالخیر به کشور کانادا است، ما در اینجا تحت قرنطین گرفتیم و با 4 رشته اینا البته در اینجا ما ترین میتیم. این هم نصیر احمد علیمی که 2 سال پیش در عملیات ذوالفقار در ولایت هلمند دو پایش را از دست داده است. علیمی میگوید که او میخواهد از طریق ورزش برای افغانستان خدمت کند و اکنون در بخش دوش با چوکی عرابدار به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های کانادا حضور خواهد یافت. ما که وقت معلول شدم رو آوردم باز با ورزش میخوایم که دیگه ترقی کنم، دیگه پیشرفت کنم، با وطن خود به طریق ورزش خدمت کنم. میخوایم مال در کانادا کاند کانادا شدیم، میخوایم از پرچم افغانستان در کشور کانادا بالا کنم. در سومین دور بازی‌های پاراالمپیک نظامیان جهان 7 ورزشکار در رشته‌های رولینگ، دوش، والیبال، بسکتبال و پاورلیفتینگ با نمایندگی از اردوی کشور حضور خواهند یافت. این تاثیر مستقیم سر روح و روان دیگه معلولینی که در قطعات و جستان‌ها از در اردو داریم و همچنان تیم‌های ورزشی که ما در بخش معلولین و معیوبین اردوی ملی داریم همچنان سر روحی از زیاد تاثیر مستقیم میکنه و یا تشویق میشه و تمرینات خود از زیادتر دوامدار میشه. سومین دور رقابت‌های پاراالمپیک نظامیان جهان در ماه میزان امسال با حضور ورزشکاران 14 کشور با میزبانی کانادا برگزار خواهند شد. بر بنیاد آمارهای داده شده اکنون بیشتر از 70 معلول در رشته‌های گوناگون در چهارچوب اردوی ملی ورزش می‌کنند. Terrific early pace to the game. ریال مادرید در این دیدار نمایش بسیار خوبی داشت و توانست با ارائه یک بازی تماشایی به یک پیروزی درخشان برسد و از عنوان قهرمانیش در این رقابت‌ها دفاع کند. یوونتوس بازی را بهتر آغاز کرد و در همان دقایق ابتدایی 1-2 موقعیت خوب روی دروازه ریال مادرید ایجاد کرد اما نتوانست از آن استفاده کند. در دقیقه 7 نخستین موقعیت خطرناک ایجاد شد و شوت تماشایی پیانیچ می توانست به گل نخست بازی تبدیل شود اما واکنش تماشایی کلورو نواس دروازه ریال مادرید را نجات تا اینکه در دقیقه 20 روی یک حمله غافلگیر کننده ریال مادرید به گل رسید. Another goal for Cristiano Ronaldo. That's his 11th in the Champions League this season. He saved his best for the knockout and now he's produced a goal.
روی حرکت دنی کارواخال از سمت راست و پاس در عرض او به پشت محوطه جریمه یوونتوس بود که کریستیانو رونالدو با یک ضربه دقیق توپ را به گوشه دروازه یوونتوس فرستاد. Carvajal credit for laying the ball back so accurately. Took a slight deflection possibly, but an amazing player, an amazing. پس از این گل یوونتوسی ها بار دیگر ابتکار عمل را در دست گرفتند و فشار زیادی روی دروازه ریال وارد کردند تا اینکه در دقیقه 27 به گل تساوی رسیدند. It's Mario Mandzukic with a goal of fantastic quality who draws the Italians level. 1-1. روی یک ارسال عالی الکس ساندرو به محوطه جریمه ریال، گونزالو ایگواین با یک کنترل تماشایی توپ را به ماریو مانزوکیچ رسید و او هم با ضربه دیدنی توپ را از بالای سر کلورو نواس وارد دروازه ساخت. این گل بار دیگر باعث شد تا روند بازی متعادل شود و هر دو تیم عملات روی دروازه هم داشتند، اما در باز کردن دروازه یکدیگر توفیق نداشتند و نیمه نخست با برابری 1-1 به پایان رسید. نیمه دوم را دو تیم متعادل آغاز کردند، اما پس از سپری شدن دقایق ابتدایی ریالی ها ابتکار عمل را در دست گرفتند و عملات خطرناکتری روی دروازه یوونتوس داشتند تا اینکه در دقیقه 60 روی یک موقعیت نچندان خطرناک به گل رسیدند. Mara took a deflection, but it's Casemiro's goal, and yet again for Real in the Champions League this season, he has produced a stunner. توپ در یک رفت و برگشت با دفع ناقص مدافعان یوونتوس به پشت محوطه جریمه این تیم رسید و کاسمیرو با یک شوت محکم که در بین راه به سامی خدیرا برخورد کرد اصابت کار را 2-1 ساخت. یوونتوسی ها از شوک این گل خارج نشده بودند که روی یک ضد حمله سریع در دقیقه 64 گل سوم را دریافت کرد. Ronaldo nips in and could well have secured the Champions League yet again for Real. نفوذ دنی کارواخال و ارسال او به مقابل دروازه یوونتوس با حضور به موقع کریستیانو و قطع توپ روی تیر نخست اختلاف را به 2 گل افزایش داد. پس از این گل یوونتوسی ها که چیزی برای از دست دادن نداشتند تلاش می‌کردند تا بازی را در دست بگیرند، اما این ریالی ها بودند که باز هم جریان بازی را در دست داشتند و با بازی حساب شده اجازه موقعیت سازی را از یوونتوسی ها گرفتند. در دقیقه 81 شرایط برای یوونتوسی ها دشوارتر هم شد. کوادرادو که به عنوان بازیکن تعویضی به زمین رفته بود با خطا روی سرجیو راموس کارت زرد دومش را دریافت کرد و از بازی اخراج شد. ریالی ها از این برتری نفری استفاده کردند و عملاتشان در دقیقه 89 به گل 4 رسید. نفوذ مارسلو و پاس او به پشت محوطه 6 قدم با ضربه بغل پای مارکو آسنسیو به گل 4 تبدیل شد. Asensio has wrapped it up in style for Real. در دقایق پایانی اتفاق خاص رخ نداد و بازی با پیروزی درخشان ریال و قهرمانی مجدد این تیم در لیگ قهرمانان اروپا به پایان رسید و یاران کریستیانو جشن قهرمانی برپا کردند. Deflected this time, 2 goals which were deflected amongst the 4 that Madrid have scored tonight. It's a big win. It's a big win. تیم والیبال پولند در دومین مسابقه خود در لیگ جهانی ایتالیای میزبان خود را شکست داد. دومین روز هفته نخست لیگ جهانی با دیدار تیم‌های پولند و ایتالیا در تالار آدریاستیک آرنای شهر پیزارو ایتالیا آغاز شد.
تیم والیبال پولند در این مسابقه موفق به شکست ایتالیای میزبان با نتیجه 3-1 شد تا با 5 امتیاز در صدر گروه این پیکارها قرار گیرد. تیم ملی والیبال ایتالیا در میدان نخست 25-21 به پیروزی رسید، اما در میدانهای دوم تا چهارم به ترتیب با امتیازهای 25-17، 25-18 و 25-23 تن به شکست در برابر پولند داد. در دومین بازی تیم‌های آرژانتین و بلغاریا به مسافه هم رفتند. در این دیدار شاگردان خولیو ولاسکو در تیم آرژانتین موفق شدند 3-2 حریف خود را از پیش رو بردند و نخستین پیروزی را در لیگ جهانی والیبال کسب کردند. آرژانتین این دیدار را با نتایج 23-25، 25-23، 25-20، 21-25 و 13-15 بلغاریا را شکست داد. اما تیم ملی امریکا که روز پیش مغلوب صربستان قهرمان دوره پیش این پیکارها شده بود، روز دوم به مسافه کانادا رفت. کانادایی ها که با مربیگری استیفان آنتیگا عملکرد خوبی را در بازی نخست داشتند، موفق شدند تیم ملی امریکا را 3-2 از پیش رو بردارند. گاو سواری ورزش سنتی اسپانیا که با گذشت قرنها در این کشور و مناطق زیر استعمار آن همچنان جریان دارد. خشونت بیش از اندازه موجود در این مسابقه سبب شده است تا گروه‌های هوادار محیط زیست و حیوانات بارها در اعتراض به آن تجمع کنند. اما در مقابل هیجان مسابقه، قدامت بسیار و از همه مهمتر نقش آن در جذب گردشگری برای کشورهای مانند اسپانیا باعث شده است که مخالفان گاوسواری نتوانند تاکنون ره به جای ببرند. گاوسواری یکی از مهمترین بازی‌ها در کشور اسپانیا است و گاوسواران را به زبان اسپانیایی ماتادورها می‌نامند. ماتادورها ورزشکاران شجاع، بیباک و مورد ستایش مردم علاقمند به این ورزش هستند. گاوسواری از سرگرمی‌های مشهور کشور اسپانیا است. این سنت در درون و بیرون از اسپانیا موافقان و مخالفان زیادی دارد. کسانی که موافق این بازی هستند به جنبه تاریخی این سنت تاکید دارند و مخالفان بر این باورند که در این بازی گاوها مورد آزار و اذیت قرار دارند. گاوسواری فقط منحصر به کشور اسپانیا نیست، بلکه در تاریخ کشورهای چون پرتغال، آمریکای لاتین و شهرهای جنوبی فرانسه نیز این سنت وجود داشته است. هرچند اسمش به اسب سواری شبیه است، اما تفاوت‌های زیادی دارد. کاوبوی باید حداقل 8 ثانیه خودش را روی گاو نگه دارد تا در مسابقات بماند. پس از اینکه 8 ثانیه گذشت، سوارکار بر اساس زمانی که روی گاو میماند و مقدار تعادلش نمره از بین 0 تا 100 امتیاز